مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از دو حادثه حمله‌های خونین زنان خبر داد. در یک حالت زن 36 ساله ساکن شهر گلستان ناحیه بلخی شوهر خود را با 4 ضربه تبر کشته است و در حالت دوم یک زن 26 ساله ساکن پایتخت در داخل یک بنای نفساخت در کوچه نصرت الله مقسوم یک جوانزن 21 ساله را 4 ضربه کار زده است. جوانزن را در بیمارستان بستری کردند. ولی قتل شوهر در گلستان اینک پنجمین حادثه قتل خویشاوندان نزدیک در یک ماه اخیر است. در 3 مورد شهروندان زوجه‌های خود را به هلاکت رسانیده، در یک مورد دیگر یک کلین در ناحیه حمدانی خوشنوان خود را با 2 ضربه کارد کشت. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی، کارمندان میلیسیا زن 36 ساله ساکن جماعت شهرک گلستان ناحیه بلخی را با گمان صادر نمودن جنایت آدمکشی دستگیر کردند. نامبرده شب 18 نوامبر سال 2021 تخمیناً ساعت 12:50 از سبب مناقشه عائلوی شوهرش مرد 40 ساله ساکن همان جا را با تبر 4 مرتبه به سرش زده، در نتیجه جبری دیده جراحت‌های وزنین جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. آمده است در خبر درباره سبب این مناقشه عائلوی که به چنین فرجام خونین آورد چیزی گفته نشده است. تنها گفته می شود که تفتیش این حادثه ادامه دارد. همین طور به شعبه وزارت کارهای داخلی دوی در ناحیه سینا با عریضه جوانزن 21 ساله ساکن این ناحیه مراجعت نموده است که شب 18 نوامبر سال 2021 تخمیناً ساعت 23:40 در کوچه نصرت الله مقسوم در داخل بنای نفساخت زن 26 ساله ساکن امین ناحیه با او جنگ و جنجال نموده با کارد 4 مرتبه به عضوهای بدنش زده است. در نتیجه جبر دیده به سلامتیش جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. تفتیش این حادثه نیز ادامه دارد. یک روز قبل وزارت کارهای داخلی خبر داد که یک زن 41 ساله ساکن جماعت ریگر در کنار شهر ترسونزاده را سحنه 7 نوامبر تخمیناً ساعت 16:00 شوهر 43 سالش با سبب‌های نامعلوم 6 کارد زده، بعداً 2 مرتبه به عضوهای بدن خودش کارد زده است. در نتیجه هر دوی آنها جراحت‌های وزنین جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری کرده شدند. وقت‌های آخر از تاجیکستان درباره کشتار خویش و تبار نزدیک خبرهای زیاد به دست می‌رسند. جامعه شناسان این را به افت ارزش‌های اخلاقی در جامعه، روحانیون به دور شدن مردم از کلام الهی و ارزش‌های دینی ربط می‌دهند.